سلام میکنم بچه‌ها، به این ویدیو خوش اومدید. مثل لیوی هستم. تو این آموزش میخوام بهتون یاد بدم که چطوری با امولیتور بلو استکس کار بکنید و برنامه‌های اندرویدیتون رو روش اینستال بکنید و ازش استفاده بکنید. کانال من این که همینطور که این بغل دارید می‌بینید داره نشون داده میشه. سابسکرایب بکنید که نوتیفیکیشن هم بزنید، لایک و اینا هم فراموش نشه. چنل اینستاگرام و تلگرام هم این بغل داره نشون داده میشه. اینا رو اگه دوست داشتید جوین بشید، با ادامه این ویدیو با ما همراه باشید. Zombie apocalypse. خب بچه ها، همونطور که میدونید بلو استکس یکی از معروف ترین امولیتور هایی هستش که روی ویندوزتون نصب میشه و حتی رو مک، که میتونید نرم افزارهای اندروید رو که خیلی یه سریاشون خاص هستن و لازمه که مثلا داشته باشیدش رو پیسی تون، میتونید روش اجرا بکنید، اینستال بکنید و ازش استفاده بکنید. و قدم اول برای اینکه این کارو بکنید اینه که یا برید از سایت خود بلو استکس مثلا دانلود بکنید. هم نسخه 3 و 2 و 3 و 4 و اینا رو گذاشته، هم برای مکش رو گذاشته. یکی همین که یکی از معروف ترین سایت های ایرانی که همین صاف 98 است، تو سرچش بیاید بنویسید مثلا همون بلو استکس، بعد زیرش تمام نسخه هاشو میاره. اینجا مثلا نسخه 4 هست، 3 هست، 2 اینجا برای مثلا مکینتاشش رو گذاشته. اینا اگه بخواید مثلا نرم افزارهایی که بخواید روت باید بشن با این نرم افزاری که مثلا این زیرش نوشته مورد نیازشه، هم بلو استکس تویکر، این مثلا با اینا میتونید این کار رو بکنید. حالا ما با این قسمت روته کاری نداریم. پیشنهاد من برای این که بخواید یه سری نرم افزارا رو راحت باشید باش کار کنید، مشکل نشه باشید، شما 3 شو دانلود بکنید. اگر اینکه مثلا بخواید واسه بازی مازی خیلی براتون مهمه، میخواید مثلا بازیای موبایلتون رو بیارید، 4 شو بگیرید که خب الان به تازگی هم یه دونه لانچر امولیتور دیگه به نام گیم لوپ اومده که تو زمینه گیم خیلی قوی‌تر و بدون باگ‌تره نسبت به بلو استکس. اصلا این که من دارم بهتون میگم برای نرم افزاری مثلا بخواید داشته باشید و اینا رو رو پیسی تون فقط کار موبایلی اینا رو انجام میدید، سش هم سبک‌تر و بهتره، اوکیش مشکلی هم نداره. پس از اینکه اینو دانلودش میکنید، خب دو سه تا اینستال و فل نکست و اینا داره که میزنید، تموم میشه میره. بعدش که دیگه چیز شد، نصب شد، یه آیکون همچین چیزی اینجا مثلا به این شکل براتون میسازه و اینا که اینو بزنید واردش میشید. این بقیه که من اینجا دارم حالا شما فعلا در نظر نگیرید، ما با همون یه دونش کار داریم. بهتون میگم اون مثلا بقیه چی جوری میشه ازش چند تا دونه ساخت. اول از همه شما وارد همچین محیط این شکلی میشید. بعد اگر از من میشنوید، اول از همه این برنامه روتیشن کنترل رو اینو حتما برید از تو همینجا که برید تو پلی استور مثلا تشریف ببرین، اینجا بنویسید روتیشن روتیشن اینجوری مثلا بنویسید، ببینید همین نرم افزاری که الان من نصب دارم، اینو از اینجا میتونید اینستالش بکنید و داشته باشید. خب این به چه کاری میاد این روتیشنه؟ چون که مثلا یه موقع سایزش میریزه به هم، این پنل، این نوتیفیکیشن پنل رو بکشید پایین، اینجا مثلا این آر رو اینجوری بزنید، این دقیقاً به شکل انگاری گوشیتون در میاد که خیلی کارو براتون راحت میکنه. میتونید چند تا مثلا اینجوری داشته باشید. مثلا من که مثلا اینجا 5 6 تا دارم، یه سری نرم افزارا شاید لازم باشه که مثلا چند تا ازشون داشته باشید. اینجوری ریسایز میکنید، به این شکل همه رو بغل هم میچینید، همزمان ازش استفاده میکنید. خب این یکی از نرم افزارهای چیزشه. بعد قالب کلا بلو استکس که مثلا میاد این شکلیه. ما با این فقط همین تب اولش که مای اپس، با این یه تیکه کار داریم. بعد با این بغلش که این پایین، یعنی که اینجا این مولتی اینستنس، با این اینستال ای پی کی و آن اینستال و والپیپر که والپیپر مهم نیست، این سه تا اولیه مهمه. این قسمت هم این چیزایی که مثلا رو گوشیتونه مثل گوگل پلی و پلی استور و اینا، که تو پلی استور میرید سری نرم افزارهایی که خب رایگانن فریان میرید ازش میگیرید، کارتون راحته. یا اگه فایلشو دارید مثل این که الان رو دسک من هست، همینجوری مستقیم با درگ کردن انداختنه اینجا مثلا این اینستال میشه. روش های مختلفی دیگه، یا میتونید مثلا از اینجا اینستال APK رو بزنید، اینجا بروز کنید، بهش بگید مثلا آقا این رو دسک منه، این پایینه، اینجا مثلا اینه، اوپن میکنید و این شروع میکنه مثلا به اینستال کردن، که الان داره این کارو میکنه. آن اینستالش هم که وقتی همینجا شما تشریف بیارید، حالا این پنلی که من الان اینجا هستم پنل چیزای خود گوشیه که مثلا کامرا، براوزر، ستینگ، که با اینا ما اکثرا هیچکی با این کاری نداره. همین گوگل پلی نصب باشه برای بازی، و اینم که استور هم پلی استور. من الان همونجوری که میدونید مثلا این یه برنامه حالا اندرویدی، من اینو با یه درک کردن میندازم توش، این شروع میکنه به اینستال کردن. این نخواستم همینو اینجا
آنینستال میکنم، این قرمزه رو اینجا بزنم، این آنینستال میشه، میره پی کارش. بعد این قسمت اپ سنترش که این باشه، اینجا مثلا بازی ها یا مثلا چیزایی که ترند شده باشه، پاپیولار باشه رو براتون اینجا میاره. مثلا یکیش برال استارز که مثلا مال کلش آف مال کمپانی کلشه، یعنی همون سوپرسل. از اینجا مثلا اینو مستقیم بزنید و اینا میتونید اینستال بکنید، داشته باشید، بازی کنید. که اکثرا میگم کسی دیگه از این استفاده نمیکنه، همه رفتن سمت گیم لوپ، مگر اینکه بازیایی که مثلا بخوان توش نباشه. این بخش هلپ سنتر اینام که برای مثلا مشکلی براتون پیش اومده اینجا سوال بکنید و اینم که اصلا مهم نیست. یه قسمتی که دیگه میمونه مهمه، این قسمت ستینگه که اینجا مثلا یه رو بیگینر گاید داره که بزنید، مثلا بهتون میگه آقا واردش میشی اول همه یه ایمیل مثلا باید بهش بدی با یه پسورد، کلا باید این کارو بکنید. مثل گوشی که میاد بالا مثلا نو خریدید باید یه دونه جیمیل و اینا بهش بدید و اینا. اینا مثلا نوشته این قسمت اپ سنتر. همین چیزی که من دارم میگم و الان به صورت مثلا اسلایدی براتون در برده مثلا بهتون توضیح داده که چه شکلیه. مثلا تو بازی رفتید مثلا میگه کنترل رو به اضافه اسکرول مثلا بگیرید، حالت زوم مثلا براتون انجام میده. اینجا هم که مثلا میگه چندین گیم رو میتونید روش بریزید لذت ببرید. حالا قسمت مهمش این ستینگشه که اینجا مثلا اکثرا همه رو سیستم دیفالت و اینم های میذارن، مگر اینکه حالا کسی خیلی سیستم ضعیف باشه مثلا اینا رو بیاره پایین که مثلا بکشه، یا انجینش رو مثلا از اوپن جی ال میتونید بکنید دایرکت ایکس. بعد فضایی که مثلا بهش اختصاص داده میشه برای هر یه دونه بلو استکسی که میسازید، مثلا یعنی تقریبا 1.7 گیگابایت، اما 1800 تا حالا بگو، شما میتونید مثلا چیزشو کمتر کنید، مثلا فضای اختصاص بهش رو مثلا بکنید مثلا 800 مگابایت، که حالا اینم من باز واسه به کار من نمیاد، مثلا من دستش نمیزنم و اینا. اینم کور سی پی یو که مثلا میتونید بالاتر ببرید و اینا. این باسکی هم مثلا اینجا این تو این قسمت این میتونید یه دونه، مثلا من بی دادم بهش، همون مثلا اول بلو استکس، من هر دفعه مثلا کنترل آلت و بی رو بگیرم این کلا ببین بسته میشه. مثلا یه کلید ترکیبی هم لطف کردم مثلا واسمون چیز کرده به انتخاب خودمون. خب چیزی که دیگه تو ستینگ میمونه این پریفرنسزش هم که مثلا میگه که آقا لنگویجش مثلا زبونش انگلیسی باشه، تو دسکتاپ مثلا نشون بده، نوتیفیکیشن هم آقا همه رو نشون بده نده، بکاپ میتونید بگیرید از چیزایی که مثلا روش نصب کردید زمانی. آپدیت و اینام که مثلا نوشته مال من آخرین نسخه از چیز 3 شه دیگه، چون 4 و اینام داره. اباوت هم که دیگه سایتش و وبسایت و ساپورت و ایمیلش و این حرفاست. خب این قسمت مهم، این کل نرم افزار همین بود. با یه درگ اند دراپ و این داستانا میتونید نرم افزاراتون رو اینستال کنید، به شرطی که قبلش فایل APK رو یا دانلود کرده باشید یا از همون گوشیتون با نرم افزاری مثل مایپشیر و اینا مثلا فایل APK رو بسازید، در واقع کرییت بکنید که بتونید مثلا بریزید رو پیسیتون بعد انتقالش بدید تو این. حالا یه نکته مهمی که این وسط وجود داره اینه که شما میتونید از این، مثل همین که الان من اینجا دارم، الان 6 تا من اینجا الان بلو استکس دارم، هر کدومش تقریبا 2 گیگ از جای منو گرفته. خب لازمش دارم این تو ویدیوهای بعدی که قراره براتون بسازم باید حتما اینو بیاید دیده باشید، روش کار با بلو استکس بلد باشید، بعد مثلا ویدیوهای بعدین بهش مرتبطه. بعد شما میخوای مثلا یه دونه دیگه جدید بسازی، کلا میخوای چند تا بلو استک داشته باشی، همین کاری که باید بکنید اینه که این مالتی اینستنس و اینا بیاید اینجا بزنید. اینجا که نوشته نیو، مثلا این الان اسمایی که من بهش دادم 1 2 3 4 5 دادم، یکیش هم که خودشه، اصلا خودشو نمیتونید اسمشو عوض بکنید، اصلیه رو اولیه رو. یه دونه نیو که اینجا بکنید این پایین مثلا نوشته اینستنس 6، من این اینستنس رو پاک میکنم فقط 6 رو میذارم نیمش باشه. یک کرییت که بکنم این کرییت میکنه، بعد از اونجا فقط باید شما وقتی که کرییت کرد از تو همین چرخ دنده اینجاش در واقع ستینگش این کرییت تو دسکتاپ شورتکات رو بکنید که این رو دسکتاپتون بیاد که بتونید پیداش بکنید. حالا وقتی که اینو ساختش من این کارو انجام میدم که با هم ببینید، وقتی هم که داخلش میشید و یه ایمیل و پس و اینا رو میدی و سینک میکنی و دیگه تمام میشه میره. خب بچه همین که میبینید من الان اینو کرییت کردم رو دسکتاپم که این باشه، اسمشو گذاشتم مثلا 6. اینجا با همچین صفحه روبرو میشم و اینا بهم میگه که مثلا لوگین کن. لوگین هم که یوزر پس جیمیل اگه داشته باشم که اوکی باشه. حالا مثلا چیزی بدیم، یه چیزی همجوری الکی مثلا ساختم برای کارهای این مدلی، مثلا میدی و بعدش ساین میشه خیلی راحت. بعد دیگه بعد از اینکه این اتفاق افتاده دیگه مثلا الوشو اگه رو گوشیت هم داشته باشی بدی دیگه تمام، دیگه میتونی راحت داشته باشی. همچین صفحه‌ای برات میاد و
همونش که دارید میبینید نکست میکنید، انگار گوشیه دیگه. اصلا همه کارهایی که دارید اینجا فقط این کریدیت کارت و فلان این پیمنت که میگین نو تانکس بزنین، برای اینکه مثلا اطلاعات حساب و فلان اینا رو مثلا ازتون بگیره و اینا که اصلا مهم نیست. بیای تو همچین صفحه این شکلیه. مثلا من الان یه نرم افزار دارم که اینو میندازم این تو و این شروع میکنه اینستال کردن. بعدش که اینستال میکنه واردش میشم، بعد با کمک اون نرم افزاره که بهتون گفتم روتیشنه، با اون مثلا میتونم قالبش رو این قالب گوشی بکنم بدون اینکه دیگه اذیت بشم اینقدر بخواد جا بگیره. من اینو اکسپت میکنم. این الان نمونه مثلا بارز یه دونه نرم افزاریه که مثلا من رو گوشیم دارم، مخصوص مثلا کارهای فیلم و فلان دانلود این حرفاست. یعنی الان بدون هیچ ایرادی. و یه سری نرم افزارا هم هستن که کرش میکنه وقتی که اینستالش میکنید، نمیتونه اون اجرا بکنه. این طبیعیه، یعنی همشون این باگا رو دارن. باید تست بکنید دیگه. هر نرم افزاری که مثلا رو گوشیتون دارید واسهتون خیلی مهمه یا نرم افزار کرکیه ولی به خوبی کار میکنه، دوست داشتید مثلا رو ویندوز هم داشته باشید، باید تستش بکنید. این بگیر نگیر داره که نصب میشه یا نه. خب بچه همین بود کل بلوستک، همین بود. این پایینم که مثلا اینا باشه، این شیکش و اینا مثلا اسکرین شات میگیره، اینم لوکیشنتون رو ست میکنه، اینم مثلا بزنی اینجوری فول میشه، دوباره بزنی مثلا کوچیک میشه، اینم بزنی مثلا کیبورد و اون چیزایی که به کارت میاد، مثلا این اروکیو و فلان، اونا این چیزا رو مثلا براتون میاره که اینا واسه زمانی که داخل بازی میشید مثلا کاربرد داره. اینم بزنید که برمیگردید به مین اصلیتون. دکمه بک و ایناش هم که این پایین بود، خیلی راحت، اصلا چیز خاصی هم نداره. خب بچه همین بود آموزش بلوستک، هم همین بود. امیدوارم لذت برده باشید. این ویدیو بعداً به کارتون میاد، تو ویدیوهای بعدی گفتم مرتبطه. کانال من این بغل دوست داشتید سابسکرایب بکنید، نوتیفیکیشن هم بزنید تیکشو. کانال اینستاگرام و تلگرام این بغل داره باز واسهتون نشون داده میشه. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. چاکرم. ارادت، مستر لیوی.